سلام دوستان، به کانال نکاتوپ خوش آمدید. آدمان فکر میکنند که حیوانات خانگی مثل سگ، گربه و یا طوطی ها برای سرگرمی و وقت گذرانی لازمند. این گپ تا جای درست است، اما اگر وضعیت های ناقلای پیش بیاید، همین حیوانات خانگی سبب نجات جان انسان میشوند. اگر شما از نداشتن موی سر و ریش آزرده گشتید، اگر شما خراب هستید و میخواهید فربه شوید و یا فربه هستید میخواهید خراب گردید، اگر شما خنکی دارید و در جایگاه رنج میبرید و میخواهید مردانگی خود را بقوت کنید، پس به شرکت ازیا مارکت زنگ زنید و داروهای گیاهی طبیعی را دسترس نمایید. سلامتی شما بایگری ماست. رقم ها در روی اکران. کلیون متاسفانه همه پرستاران یا نیانکه‌ها آدمان خوب نیستند و کارهای نادرست میکنند. سال 2015 کلیون سگ خانوادگی اویله جردن خیلی معروف شد. سبب این معروفیت هم پرستاری کودک آن خانه بود. این زن طول 5-6 ماه شده بود که از کودک 5 ماهه این خانه نگهداری میکرد. اما روز این سگ نسبت پرستار حساس شد. این سگ که کلیون نام داشت، هر باره که پرستار رو میدید به طرفش عکاس زده دندان نشان میداد. روز نزدیک بود به او حمله کند که پدر این اویله جردن از این حمله پیشگیری کرد. این کار سبب شد که جردن و همسرش به فکر روند که چرا سگ آرامیان ها این گونه رفتار میکند. به همین خاطر یک دیکتافون آورده در خانه گذاشتند که در نبودنشان فهمند در خانه چه حادثه روی میدهد. معلوم شد که این پرستار به جای نگاه و بین کودک به کارهای خودش مشغول میشود و کودک را دشنام داده حتی او را میزند. اویله جردن زود میلیسیا را خبر کرد و این پرستاری شیطان صفت را به کنج زندان فرستادند تا هوشش به سرش بیاید. اگر کلیون نمی بود، پدر و مادر کودک هیچگاه پی نمی بردند که پرستار با فرزندشان چیکار میکند و قهرمانی اساسی در این قصه کلیون بود. تئودر بعضا حیوانات چنان وفادارند که میخواهند جانشان را برای انسان به خطر اندازند. شاید شما فکر کنید سگ‌ها هم چنین وفادارند و صاحبانشان را یا مثلا یک کودک را از مرگ نجات میدهند. اما این داستان درباره یک خوک خانگی میرود. این حادثه در شهر توسا در امریکا روی داده است. ساعت 3 صبح یکی از روزهای ماه مرد خانه صاحب تئودر آتش گرفت. تئودر هم به جای آنکه گریزد رفته صاحبش کارتنی را بیدار کرد. کارتنی هم پدر و مادرش را بیدار کرد و همه‌اش توانستند از خانه زنده برآیند. وقتی کارتنی به خانه برگشت تا تئودر را از آنجا برآورد، در اثر دود از او جدا شد. آتش نشانها کارتنی را به خود از خانه بیرون برآوردند، ولی او به حرفشان گوش نکرده وارد خانه شد. اما متاسفانه خانه پر از دود بود و کارتنی نتوانست قهرمانی کوچک را پیدا کند و این خوک میده یک از جان خودش گذشته صاحبش را نجات داد. ویلی ماه نوامبر در کلرادای امریکا خانواده کاس زندگی هر روزه‌شان را می‌گذراندند که ناخواست حادثه عجیبی روی داد. پرستار کودک که نامش میگن هاورد بود، صبحانه کودک را می‌دهد و از حجره می‌براید تا کارهای دیگرش را کند. اما این صبحانه با صبحانه‌های دیگر فرق داشت. توتی میگن ویلی نام داشت و وقتی صاحبش از حجره می‌براید به سخن گفتن سر کرده بلند مادر کودک میگوید. ویلی توتی سرجاقه بود و صاحبش را مادر میگفت، اما هیچ وقت کلمه کودک را به زبان نیاورده بود. همین سبب شد که میگن سراسیمه به حجره درآید و ببیند که چی گپ شده است. کودک که در گلویش خوراک درمانده بود رنگش کبود شده بود و میگن وقتی این صحنه را میبیند دست به کار شده یاری اولین میرساند و کاری میکند که خوراک از گلویش برآید. خوشبختانه کودک سالم است و ویلی مهربان هم از طرف سازمان صلیب سرخ افتخار نامه میگیرد. اما میگن گفته است که توتی او شایسته جایزه اساسی است، چون که اگر ویلی نبود حتما کودک جانش را از دست میداد. کوپر وقتی کارسانی 3 ساله بعد بازی به خانه برنمیگردد، مادرش میفهمد که حادثه ای روی داده است و شاید او گم شده است. این داستان در دهه دکاتای شمالی در امریکا رخ داده است. کارسان تنها بازی کردن را دوست می داشت و به همین خاطر کسی همراهش نبود. یک روز از گم شدنش گذشت و نتوانستند او را بیابند. 200 نفر در جستجوی کودک برآمدند، ولی هیچ کدامشان به مثل آن سگ کوپر موفق نشدند. بالاخره کارسون 2 کیلومتر دورتر از خانه پیدا شد و جالبش این است که کوپر بالای کودک دراز کشیده بود که او را سرما نزند. محبت سگ سبب شد که کارسون شب زمستان را تا صبح طاقت بیارد و سالم به نزد پدر و مادرش برگردد. نینگ نانگ فیل مهربان. فیل‌ها حیوانات دانایی هستند و قدرت زیاد دارند.
بعد دیدن این ویدیو فکرتان نسبت فیل‌ها دیگر می شود و شاید هوس کنید که یک فیل داشته باشید. سال 2004 در تایلند این حادثه روی می‌دهد. پس از یک زمین جنبی قدرتمند که مرکزش در اقیانوس هند بود، یک سونامی وحشتناک روی داد. نام این دخترک امبر بود و برای گذراندن تعطیلات تابستانه به تایلند آمده بودند. طول یک ماه امبر با یک فیل در ساحل دوست شده بود. هر روز صبح به ساحل دریا میرفت تا با دوستش بازی کند و 2 بانم به او میداد. 26 دکبر هیچکس خبر نداشت که سونامی روی می‌دهد. اما حیوانات زمین جنبی را چند لحظه قبلتر احساس میکنند. نینگنان که در بالایش امبر سوار بود یک باره گریخت تا خودش و امبر را از خطر حفظ کند. امبر که ترسیده بود سخت گردن فیل را داشت که نیفتد. این کار نینگنانگ سبب شد که از این آفتی که جان چند کس را گرفته بود خودش و امبر را صحت و سلامت نجات دهد. این دختره که میبینید همان امبر است. او کلان شده است و داستانش را برای تمام دنیا تعریف میکند. ماشه. شاید شما هم شنیده اید که گربه ها به مثل سگ‌ها وفادار نیستند و پروای صاحبانشان را ندارند. اما این گربه که ماشه نام دارد این تصور را از ذهن ما پاک می کند. خودش هم خیلی معروف می شود. این گربه زمستان سال 2001 توانست جان یک کودک 2 ماهه را نجات دهد. ماشه صاحب نداشت و در زینه‌پایه های خانه ها زندگی می کرد. این موضوع در کشور روسیه عادی به نظر می رسد و برای چنین گربه های آواره مردم خوراک ریخته حتی برای خوابشان کردانی خالی می گذارند. یک روز ماشه کودکی را که پدر و مادرش او را نمیخواستند در یک کارابکا میبیند و در سرمای روسیه اگر کسی به دادش نمیرسید زود میمرد. این گربه در طول شب زمستان کودک را نپرتافته خود را به او جوس نگاه داشته گرمای بدنش را نگاه میدارد و صبح بر وقت با صدای میاو میاوی او تمام همسایه ها بیدار شده به سراغش میروند و میفهمند که چی کار کرده است و جان کودک را نجات داده است. داستان این قهرمان ماشه در اینترنت پخش شد و خیلی آدمان داوطلب شدند که کودک را با فرزندی قبول کنند. بر، سگ قهرمان این داستان بر است و یک بار دیگر وفاداری سگ‌ها را به ما نشان می‌دهد. یک کودک شوخ و بی‌سر با نام استنلی از آمریکا نزدیک بود که خودش را بکشد، اما سگ او را نجات داده است. وقتی مادر کودک پاتریسیا به گاراژ می‌دراید تا وسیله لازمش را از آنجا گیرد، استنلی 14 ماهه دائما از پس مادرش می‌دود. اما پاتریسیا یک بار می‌بیند که پسرش در پسش نیست و اصلا او را نمی‌یابد. او ترس و وحشت همه خانه را به دنبالش می‌گردد، اما او را نمی‌یابد. آخرین جا حوض خانه میماند. وقتی به آنجا میرسد پسرش را می‌بیند که در روی آب شناور است. اول فکر می‌کند که نفسگیر شده مرده است. اما وقتی خوب نگاه می‌کند می‌بیند که سگشان بر در زیر کودک ایستاده آبوزی دارد تا کودک به زیر آب نرود. پاتریسیا کودک را از آب می‌برارد و با این راه بر جان کودک را نجات می‌دهد و قهرمان این خانه می‌شود. استلان. فقط حیوانات خانگی نیستند که معنای محبت و وفا را می‌فهمند. حیوانات وحشی هم اگر با آنها خوب رفتار کنیم حتما این محبت را جبران خواهند کرد. نمونه مثال این پلنگ زیباست که استلان نام دارد و اینجا می‌بینیم که چخیل جان معلمش را نجات می‌دهد. استلان با یک حرکت تیز جان این معلم باغ وحش را از دست پلنگی که از دور به طرف او می‌دوید نجات داد. شاید فکر کنید که پلنگ مقصد حمله نداشته است و فقط بازی کردن می‌خواسته است، اما با اون سرعتی که او می‌دوید حتما به مرد آسیب می‌رسانید و شاید او را می‌کشت.